سرخط خبرها. اعتراض دیگرباره ساکنان در نزد حکومت کولوب، تولید رکوردی برق و بحث بی‌برقی در تاجیکستان، تظاهرات ضد آزار جنسی زنان در آستانه. سلام بیننده های عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 31 ینور است. برنامه را از یک خبر دیگر آغاز میکنیم. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در برخیه همدردی که به شهباز شریف سروزیر پاکستان ارسال کرد، عمل تروریستی در یکی از مسجدهای شهر پیشاور این کشور را محکوم کرده است. رئیس جمهوری تاجیکستان در برخیه خود این عمل تروریستی را محکوم کرده و به نزدیکان و پیوندان فوتیدگان و تمام مردم پاکستان همدردی و تسلیت عمیقش را بیان کرده است. در یک حمله مرگ طلبانه در مسجد در پیشاور پاکستان کمش 59 کس کشته و 157 نفر زخمی شدند. حادثه روز 3 ینور هنگام نماز پیشین روی داد. اکثر کشته شده ها افسران پلیس هستند. طالبان پاکستان که به نام تحریک طالبان معروف است، مسئولیت حمله را برداشت گرفت. شاهدان عینی به رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی گفتند مرگ طلبان در صف اول نمازگزاران و در پس امام ایستاده بودند. نزدیک به 100 ساکن کولوب با طلب تحقیق عادلانه مرگ عبدالقهار رازقов روز 3 ینور در نزد بینای حکومت شهر جمع شدند. عبدالقهار رازقов شب دوم به 3 ینور از سوی ماموران ملیسا دستگیر و در شرایط مرموز جان باخت. مقامات در ابتدا و در پیوند به مرگ او 3 ملیسا را بازداشت کرده ولی تنها نسبت به 1 نفر پرونده گشودند. اعتراضگران روز دوشنبه طلب کردند 2 ملیسای دیگری که در مرگ عبدالقهار رازقов گمانبر بودند نیز بازداشت شوند. دولت رازقов برادر عبدالقهار رازقov روز 3 ینور به رادیو آزادی گفت با آنها بختیار نظرزاده رئیس شهر کولوب صحبت کرد. در حکومت شهر کولوب آمدن گروهی از ساکنان را تصدیق کردند اما جزئیات ندادند. بختیار نظرزاده رئیس شهر کولوب به زنگ‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. یکی از نزدیکان عبدالقهار رازقov که نخواست نامش ذکر شود گفت نماینده اداره امنیت و شعبه کارهای داخلی کولوب نیز با آنها صحبت کردند. آنها اجازه ندادند که عکس و نوار برداشته شود. 10 ساکن کولوب روز 3 ینور در نزد سردخانه یا مورگ کولوب جمع شده بودند. آنها طلب کردند که تا ملیساهای گمانبر بازداشت نشوند از نزد سردخانه دور نمیشوند. آن شام مقامات 3 ملیسای دستبسته را به نزدیکان جوان نشان دادند و آنها جسد را گرفته بردند. بینندگان عزیز، اکثر شما زیر برنامه‌های ما از محدودیت برق خبر می‌دهید و یا برخی از بی‌برقی هم شکایت می‌کنید. چون این شکایت ها از تمام ناحیه‌های تاجیکستان صدا می‌دهند. هنگام نشست خبری روز 3 ینور دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان به خبرنگاران گفت سال گذشته زیاد از 21 میلیارد کیلووات ساعت برق استحصال شد که بلندترین نشان دهنده است. اما وزیر مشخصا نگفت که پس چرا تا حال کمبودی برق در کشور برطرف نشده است. وزیر انرژی تاجیکستان در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره کمبودی برق در کشور گفت با وسیع شدن اقتصادی کشور طلبات به نیروی برق در کشور زیاد شده است. با وجود آنکه مقامات حاضر نیستند موجودیت لیمیت یا محدودیت را در انتقال برق اعتراف کنند، ساکنان منطقه ها میگویند همانها شبانه از نیروی برق محرومند. سردی های زمستان سبب شدند که قهرمان گزارش محمود جان رحمتزاده از تحصیل دور ماند. اولنبی نعیمова معلول است. او در صف سوم یکی از مکتب‌های میانه ناحیه مومن‌آباد می‌خواند. از سبب یخ بستن راه‌ها نمی‌تواند به درس رود. ملیکه و آمینه هر روز به نزد اولنبی می‌آیند. آنها هم درسند. در صنف سوم و در یک مکتب میانه ناحیه مومن‌آباد می‌خوانند. اولنبی محجوب است. به سبب یخ بستن راه‌ها به درس رفتن نمی‌تواند. از آغاز تحصیل بیش از 1 هفته گذشت. ملیکه و آمینه درس‌ها را با اولنبی تکرار می‌کنند تا او از دیگران عقب نماند. خیلی دست بخوام نه ای طلبامون ای درسم راضیم آینده دکتر اپریشنی. ملیکه و آمینه در روزهای بی‌برفی اولنبی را با نوبت به مکتب میبرند.
میگویند اگر روز همدرس خود را نبینند احساس آرامی ندارند. اگر نروم مکتب میایم پیشش میگیم که نه می نویسیم قطعش وظیفه خانگی را با قدر بازی میکنیم بعد میریم خونم. خانواده اولمبی در 3 ماهگی او آگاه شده اند که پایش نقص دارد. معالجه را از آن وقت شروع کرده اند. مادرش میگوید طبیبان راه نگشتن اولمبی را به مشکل معاینه سر ربط داده اند. در 2 سالگی یک جراحی را پشت سر کرده است. پیوندان امید دارند او را در خارج طبابت کنند. طبیبای خودمان یگان گپ نزدن، نه که ما یافتیم دکتری که نشان دادیم مثال چیزای توموگرافی میره گفتن که بیارین ما مثال درجه میکنیم طبابت میشه طبابت شونده ما هم مبلغ نتونستیم به دست آورده که دخترچمونه ببریم. بینندگان عزیز، شکل پوره این گزارش را می توانید در سامانه رادیو زودی و شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. کازبек کودزاев، طبیب شکسته بند یا ارتوپدی معروف روس، باز یک طفل دیگر تاجیک را طبابت کرده است. اسیتیا نیوز در این باره خبر داده نوشته است که پایهای کودک 9 ساله تاجیک که از او یاسیر نام برده می شود نقص مادرزادی داشتند و یک پایش از پای دیگر کوتاه‌تر بوده، دویمش به تدریج کج شده بود. از این سبب کودک راه گشتن نمی توانسته است. به نوشته سامانه این کودک را در تاجیکستان و هندوستان تشخیص و طبابت کردند اما نتیجه نداده است و والدان تصمیم گرفتند که به این دکتر مراجعت کنند. کازبек کودزاев در یک مصاحبه با اسیتیا نیوز گفته است که جراحی علتها را برطرف کرده است اما برای پوره شفا یافتن کودک هنوز راه طولانی در پیش است. نام کازبек کودزاев در رسانه‌های تاجیکی بعد آن پیدا گشت که او توانست یک نورسی 13 ساله را که با دست و زانوهایش در روی زمین حرکت میکرد یا به قبل چرغاو میرفت به پای راست ماند. سرنوشت این ساکن ناحیه رودکی بعد راه یافتن یک نوارش در اینترنت به کولی دیگر شد. این نوار را کازبek کودزاев دیده به این دختر مدد کرده بود. یک گروه از ساکنان قزاقستان 3 ینور در شهر استانا با اجازت مقامات ضد آزار و اذیت جنسی زنان تظاهرات برگزار کردند. تجمعگران از مقامات قزاقستان طلب کردند که مفهوم آزار جنسی به قانونگذاری آن کشور شامل و برای آن جوابگری جنایی پیش بینی کرده شود. تظاهرات در توقفگاهی نزد بینای سیرک استانا برگزار شده در آن حدود 50 نفر اساساً دختران اشتراک کردند. اشتراکداران در دست شعارهای را به طلب رعایت حقوق زنان، سخت‌تر کردن جزا برای آزار و خشونت جنسی داشتند. در قزاقستان سال 2009 قانون درباره خشونت خانوادگی، معیشی قبول و چندین بار به آن تغییر و علاوه‌ها وارد کرده شده است. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خیرمان بقازاده همراه می‌بینیم که مهمترین تحولات تاریخی برای امروز را فرا گرفته است. سال 819 را تاریخشناسان آغاز حکمرانی سلاله سامانیان مینامند که تا سال 999 یعنی 180 سال دوام کرد. این سلاله دولت سامانیان را تأسیس داد که قلمروی پهناوری را در خراسان و ماوراءالنهر از زیر سلطه اعراب بیرون و در یک مملکت به هم آورد. منقدان سامانیان را به فساد اداری و تبدلات ها عیبدار میکنند که در نهایت سبب به دست حربیان ترک ارتش گذاشتن حاکمیت شد. 31 январи соли 2008 عبدالله دولتов یک فعال جمعیتی از تاجیکستان از تأسیس یافتن اتحادیه تاجیکستانیان روسیه در مسکو خبر داد. این یکی از نخستین سازمان‌های متشکل حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه بود که در حالت پیش آمدن مشکل یا احتیاج به کمک شهروندان تاجیکستان می‌شتافت. بعد این در روسیه چند سازمان دیگری مهاجران از جمله جنبش مهاجران کوری تاجیک و مرکز تاجیکان در مسکو تأسیس شد که به خاطر انتقادشان از کمک کمی حکومت تاجیکستان به هموطنان هدف انتقاد و گاهی هم تعقیب جنایی قرار گرفتند. پایان ینور سال 2011 بعد 1.5 سال تدریس وزارت معارف تاجیکستان فن معرفت اسلام را از برنامه‌های تعلیمی مکتب‌های میانه اختصار کرد و درس تاریخ خلق تاجیک را جایگزین این فن نمود. بعد سقوط شوروی و در فضای منع شدن تعلیمات دینی برای کودکان در تاجیکستان این کم سابقه ترین تلاش راه اندازی درس درباره تاریخ دین اسلام، دین اکثر ساکنان تاجیکستان در مکتب‌های دولتی بود.
بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا کردید. دوام روز همکاران ما به شما خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را تقدیم می‌کنند. با ما باشید. خدا نگهبانتان.